روزهای خیلی خوبیه، همش تولد میلاد شاد باشید، دست بزنید. به نام خدا با عرض سلام خدمت حضار گرامی، بسیار بسیار خوشحالم که در جمع مردم بسیار خوب قشم اجرا دارم و همچنین مهمانانی که شنیدم از شهرهای دیگر به واسطه اطلاع رسانی تشریف آوردن. عرض کنم حضورتون که از خداوند هم متشکرم. من از سال 1352 امسال می شود 50 سال، یعنی از توی مدرسه خنداندن مردم رو شروع کردم. الان نیم قرنه که شما ملت 30 میلیون نفر بودید، الان 90 میلیون نفر هستید. به افتخار ایران و ایرانی یک تشویق شایسته. البته که اکثریت حضار مال این منطقه هستن، ولی به هر حال ما مهمان از همه جا داریم، هر کسی یه اصالتی داره.